آیا فکر میکنی چرخیدن زمین به دور خودش آهسته است؟ پس چجوری میشه این کار رو سریعتر انجام داد؟ زمین در هر 23 ساعت و 56 دقیقه و 4.1 ثانیه یک چرخش کامل در محور خودش انجام میده و همه جا با سرعت یکسانی حرکت نمیکنه. سرعت چرخش بسته به فاصله شما تا قطب‌ها متفاوته. اگه توی خط استوا هستید با سرعت 460 متر بر ثانیه سریعترین حرکت رو داره و در قطب شمال یا جنوب هم کندترین حرکت. سرعت چرخش الان زمین برای زندگی مناسبه. چرخه روز و شب به حفظ دمای سیاره برای زندگی کردن ما کمک میکنه. چرخش زمین یکی از مهمترین نیروهای محرکه الگوهای آب و هوایی در سیاره ماست. حتی جزر و مد هم تحت تاثیر چرخش زمین قرار میگیرن. اگه بخوایم چرخش زمین رو سریع کنیم، آیا تنظیم آب و هوا رو به هم میریزیم؟ اگه سرعت چرخش رو 45 صدم متر بر ثانیه افزایش بدید، روزهای ما کوتاه‌تر میشن. اما فقط 1 دقیقه و نیم. شما حتی ممکنه متوجه تغییر نشید. اما حتی با این افزایش جزئی، سطح آب دریا چندین سانتی متر یا چند اینچ افزایش پیدا میکنه. بله، آب اطراف قطب‌ها به سمت استوا حرکت میکنن. حالا اگه این شتاب رو به 45 متر بر ثانیه افزایش بدیم، یک روز ما حدود 22 ساعت خواهد شد. شما شروع به احساس گیجی میکنید، تقریبا مثل جت لگ. همچنین باید چند روز دیگه به سالهای خودمون اضافه کنیم. اما برای سطح دریاها تغییرات عجیبی به وجود میاد. اقیانوس‌های جهان در خط استوا به اندازه 9 تا 20 متر بالا میان. مکان‌هایی مثل نیویورک، ونیز و بمبئی زیر آب میرن. میلیون‌ها نفر آواره میشن. حالا اگه سرعت چرخش فعلی رو 2 برابر کنیم و به 920 متر بر ثانیه برسونیم، فاجعه بزرگی رخ میده. آب همه چیزو میبره زیر خودش، به جز بلندترین کوه‌ها مثل کلیمانجارو یا بلندترین قله‌های آند. ماهواره‌هایی که به دور سیاره میچرخند دیگه نمیتونن با ما هماهنگ باشن، چون باید با سرعتی مطابق با چرخش ما توی مدار حرکت کنن. این باعث میشه ارتباطات، پخش تلویزیونی و عملیات نظامی مختل بشه. تغییرات آب و هوایی قابل توجهی هم ایجاد میشه. هوا با رطوبت سنگین‌تر میشه. مه غلیظ، ابرها و باران مداوم در مناطق نزدیک به خط استوا دیگه باید برامون عادی بشه. اگه سرعت چرخش رو بیشتر کنیم، توی نقطه‌ای که هستید میتونید پرواز کنید. این به این دلیله که نیروی گریز از مرکز برای غلبه بر گرانشی که شما رو روی سطح نگه می‌داره کافیه. این اتفاق در سرعت 7886 متر بر ثانیه اتفاق میفته. همچنین شما باران معکوس رو هم تجربه میکنید. قطرات آب به جای سقوط به سمت پایین، به سمت بالا حرکت میکنند. حالا اگه سرعت رو به 11000 متر بر ثانیه برسونیم، پوسته زمین شروع به صاف شدن در قطب‌ها و برآمدگی توی اطراف استوا میکنه. زمین لرزه‌های بزرگ سیاره رو تکون میده. احتمال کمی وجود داره که هر چیزی روی زمین بتونه زنده بمونه. اما اگه میخواید سرعت رو کمی بیشتر کنید، پس خودتون رو نگه دارید. مثل سرعت نور، همه چیز خیلی وحشیانه میشه. اگه زمین با سرعت 299792 کیلومتر بر ثانیه بچرخه، 652000 برابر سریعتر از امروز میشه. ابعاد سیاره تغییر میکنه. زمانی که سیاره شبیه یک کره بود، حالا منقبض میشه و به شکل یک دیسک نازک شکل میگیره و همینطور شما و هر شی دیگه که توی اون باشه مثل دیسک نازک میشه. در نهایت میشه گفت زمین صاف میشه. زمین صاف و ساکن. چرخش زمین با این سرعت فوق‌العاده باعث تحریف زمان میشه. اونقدر کند میشه که در نهایت متوقف میشه. زمین میتونه به یک سیاهچاله کوچیک تبدیل بشه. این به این دلیله که جسمی که با سرعت نور حرکت میکنه دارای جرم بی نهایت میشه. بله، هیچ چیزی نمیتونه اون رو از این وضعیت زنده بیرون بیاره.
ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. یادتون نره برای حمایت از من حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. زنگوله بغلش هم بزنید. مرسی. بای تا ویدیوی بعد.